والصلاة والسلام على رحمة لله العالمين وحجته على الناس أجمعين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و گرامی، ما نیز در این نوبت خودمان همه شما را به این ماه بندگی، به این روز بندگی، به این بهترین شب در میان همه شبها تبریک و تهنیت میگویم و از خداوندی که بسیار بسیار مهربان است خواهان او را دارم که الله مهربان این طاعت و عبادت و بندگی را از یکایک ما و شما قبول بگرداند و آن مژده ها و آن بشارت های را که قبلا از داملا های بسیار عزیز شنیدیم، خدای مهربان ما و شما را به آن هدیه ها و به آن مکافات ها نائل و موفق بگرداند. در جوانی طاعتی چندان نکردم، وای وای، طاعتی شایسته رحمان نکردم، وای وای. در جوانی طاعتی شایسته مشکل می نمود، مشکلی خود را چرا آسان نکردم، وای وای. با پدر نااهل بودم، از غرور و جاهلی با برادر شفقت و احسان نکردم، وای وای. امر و نهی حق تعالی را نآوردم به جای، خواندم و دانستم و فرمان نبردم، وای وای. راهزنی ایمان مرا از راه حق گمراه کرد، پشت بر قول بدی شیطان نکردم، وای وای. عمر خود را صرف کردم در پی این نفس شوم، عمر را برباد دادم بی مناسب، وای وای. از برای توشه فردا نکاشتم دانه، یک گل از باغ عمل خندان نکردم، وای وای. اینما اموالکم اولادکم را خوانده ام، یک نظر بر آیت قرآن نکردم، وای وای. در پی نیکان نرفتم چون سگی اصحاب کهف، در پی نیکان نرفتم چون سگی اصحاب کهف. چند روز خدمتی مردان نکردم، وای وای. نه طواف کعبه و نه خدمتی صاحب دلان، یاد حشر و تابعی میزان نکردم، وای وای. از قیام و از قعود و از رکوع و از سجود یک عمل مستوجب ارکان نکردم، وای وای. یا الها از کرم جرمی عزیزی را ببخش، زان که یک توبه برای آن نکردم، وای وای. عزیزی سمرقندی که ایر عزیزای خدا نسبت به عصرهای 19 میتیان، یعنی تصنیفات این عزیز خدا برادران عزیز 200 سال پیش بود. به سوی ما و تو بود این اشارت، رسیدن آن عزیزان خود به مقصد. این وای وای که این عزیزای خدا گفتن میگد این برای حال خودشان نیست. برادران عزیز، رسیدن آن عزیزان خود به مقصد.
این اشاره به سوی ما و شما بود. برادران عزیز و گرامی، حقیقتاً وقت خیلی نزدیک است، ولی من به طریق یک سوال برای شما یک صحبتی دارم. اگر برادران عزیز و گرامی از همه شما سوال کنند کدام نعمتی هست که خدا به شما داده است و در بین اون دادگی های خدا با ارزشترینش همون است؟ کدام نعمت خدا وقتی نصیب شما شد و در بین اونها قیمتترین همون نعمت کدام است؟ برادران عزیز، الله مهربان در سوره مبارکه ابراهیم آیت 34 میگد و این تعد نعمت الله لا تحصوها. الله را ببینین، ماها را کم ترک با یک بیاد ما میاره که به پروای بد نباشیم، به اهمیتی بد نباشیم. خداوند میگد آنقدر نعمت برای تو دادم که با سوادترین همین مردم تاجیکستان اگر بیاریم نعمتهای خداوند حساب کردن نمیتواند. کجا از نعمت بیرون، حتی همین نعمتهایی را که در خود بدنهای ما و شما هست، همین را حساب کردن نمیتونیم. پس برادران عزیز و گرامی، همین است که حبیب خدا گفتند عملهای شما را جنت نمیبرد. گفتن حضرت خود شما را هم عملهاتون جنت نمیبرد؟ گفت خود من هم عملم جنت نمیبرد، مرا رحمت خدا به جنت میبرد. زیرا در عوض این قدر نعمتی که خدا داده است برادران عزیز، با عبادت اینها را ما به جا آوردن نمیتونیم. پس وقتی که نعمت هایی که خداوند برای ما و شما داده بوده است به عدد بوده است، در حساب اونها ما و شما که لال ماندگیم حساب کردن نمیتونیم. پس سوال همین است، با ارزشترین نعمت در بین این نعمت هایی که الله بر ما داد چی هست؟ شاید برادرای عزیز جوابها هر گونه باشد. ممکن شخص گوید که فرزند بهترین نعمت خداست. شاید نفر گوید مال و ثروت بهترین نعمت خداست. شاید دیگر آدم پیدا شود گوید که تن صحت بهترین نعمت است. شاید کسی دیگر پیدا شود گوید زیبایی که خدا به انسان داده است بهترین نعمت است. خلاص هر کی یک چیه میگوید. ولی بعد نعمت اسلام برادران عزیز، بهترین نعمتی که خدا به انسان داده است این وقت است. وقت. شاید برادران عزیز وقتی که من وقت میگم، ولی توغرل میگه بینای طاقتم را سوخت توغرل مصرعی بدیل. توغرل میگه همین مصرهای بدیل میگه تماما حیات ما دیگرگون کرد، مقصد جگرها ما سوزان. بینای طاقتم را سوخت توغرل مصرعی بدیل که طاق عمرگر بیشکست ممکن نیست تعمیرش. یعنی مساله هایی که عمر می سازند برادر عزیز، اون مساله ها یکی همون وقت است. شاید برادر عزیز وقتی گپ درباره وقت می روه ممکن که نه آنقدر جالب باشد، نه آنقدر برای شما پسند باشد. برای چی؟ برای که شما به قدر همون وقت نمی رسین. وقتی که شما به قدر وقت نمی رسین،
ارزش وقت که نمیدانین حتی در گیردش صحبت هم بسیار بی تأثیر میمانه. ولی برادرای عزیز، علما چگونه حضرت داملا از آیت‌های قرآن، کلمه‌های قرآن، حرف‌های قرآن برای ما و شما بیان کردن. علما میگن در قرآن 74 جا خداوند با شب قسم خورد، 54 جا با روز قسم خورد. ببینین خداوند میگه واللیل اذا یغشی والنهار اذا تجلی. خدای مهربان میگه والضحی واللیل اذا سجی. خدا میگه والفجر. خدا میگه ولیال عشر. خدا میگه والعصر. ببین خداوند به چیزهای قسم میخورد که اونها ارزش دارند. الله را ببین به وقت قسم میخورد که این شب و روز، این زمان، اینها ای وقت عبارتند. زین لحاظ برادرای عزیز، شاید که ما باز تکرارم شود، ما به قدر وقت نمی رسیم. آیتی هست برادرای عزیز در سوره مبارکه مؤمنون، آیت 99 و 100. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلی اعمل صالحا فيما تركته كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. صدق الله العظیم. برادرای عزیز، وقتی خدای مهربان جان ما را میگرفته است، معنای آیت همین است. وقتی که دیگر ما بی جان میشویم، وقتی که الله دویم باره جان در ما بر میگرداند، ما از خدای مهربان چی خواهش داریم؟ میگیم خدای مهربان رب ارجعونی، ما را یک بار دیگه به دنیا بر نمیگردانی. برادر عزیز، این دنیا چی دارد که ما برای این از خدای مهربان بازگشت دویم باره داریم؟ ولی در یک حدیث خواندم که بغیر شهید هر کسی را که میگفتن که دویم باره میخوای که دنیا برای، میگفته است نمیخواهم. میگفتن برای چی نمیخوایی؟ میگفته است اگر 100 سال که معیشت کنیم، سکرات مرگ دهان ما را تلخ کردگی ای. یعنی آن مشکلاتی را که ما در حالت مرگ کشیدگیم، هیچ وقت بازگشتی به سوی دنیا دیگر نمیخواهیم. ولی حضرت مولوی خدا رحمت کند جنونی را میگه همه لذات این فانی به می خوردن نمی ارزد. می برادرای عزیز، این می که امروز مردم دیوانه کرده یا درآمد پولش برای مثال بعضیا بسیار فایده‌ناک بعد از مراد از این می این نماز است، مراد از این می این محفل های خیر است. همه لذات این فانی به می خوردن نمی ارزد. نباشد نشعه وصلش به یک سوزن نمی ارزد. به جان پیوند نمرود است، راحتگاه فرعون است، به نزد عاشقی صادق به یک ارزن نمی ارزد. حضرت عبی چی میگه؟ که من زین رنج دنیا میکشم از بحر دیدارش، وگرنه این به یک دم بزم جان کندن نمی ارزد. همه این مهنتی من برادرای عزیز میگه به خاطر اون است که با دیدار الله برسم، و الا همه دنیا را با تمام لذتش جمع کو به یک بزم جان کندن نمی ارزد. این ارزش هم یک جان کندن ندارد. پس برادرای عزیز، از خداوند برای چی این بنده طلب میکرده؟ اینجا میگه لعلی اعمل صالحا فیما ترکته. خدایا من در دنیا در وقت بسیار به اهمیتی کردم، در وقت تماما اهمیت ندادم. میخواهم که همون به اهمیتی هایی را که در دنیا کردم، وقت های بیهوده را که گذرانیدم، میخواهم جبران او را با عمل صالح بگردانم. میخواهم که عمل های صالح کنم. میخواهم پایبند زیادتر حسنات شوم تا در پیش تو آمده و از اهل خجالت نباشم. این خیلی آیت ها برادرای عزیز در قرآن خیلی زیاد است. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی
احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكون من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. از سوره مبارکه منافقون. بین اینجا دم مردک زارا میکرده خدای یک تکاملش در دنیا کی مانده است وقتی پیش خدا کی میرفته است زارا میکرده است میدیده است که دیگر از این موسیقی و از این مقصد دست بیچاره را نگرفتم زارا میکرد خدای بگردانم باز پس برم تا که همون مال ما در راه خدا صرف کنم بگردان تا برم عمل صالح کنم. همه این آیت ها برادر عزیز دلالت به بزرگی وقت میکنه. دلالت به بزرگی وقت. اینجا برادرای ما درباره آیت های قرآن گفتن. من دیروز برادر عزیز اکای پیش خودم همه تلفن سکوندمیر دارد که ثانیه را حساب میکنه 1 2 3 و 4 5 به خدای مهربان قسم که من خودم یک تخمین کم همون سکوندمیرش اکو جخیدم گفتم که در 1 مینوت من چند بار این سوره فاتحه را خوانده میتونم. همون را زیر کردم. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب آمدم ولا الضالین آمین باز خواندم در 1 دقیقه برادرای عزیز 5 بار سوره فاتحه خواندم. علما میگن در 1 سوره فاتحه را خواندن 600 ثواب است. تصور کن در 1 دقیقه 5 بار 3000 ثواب در 1 دقیقه. ببینید چقدر ما اهمیت نمیدیم. 1 دقیقه در آدم میتواند 3000 ثواب صاحب شود. بهترینی یا گویم از همه حمدی که نزد خداوند محبوب و بالاست کلمه لا اله الا الله در 1 دقیقه تا 50 بار 60 بار میگویم. همچنان تخمین کردم 15 بار سوره اخلاص در 1 مینوت خواندم. برادر عزیز ما میتونیم اینا بین 45 میشود 5 مینوت دیگه مونده است ای کی میشود گفتم کی میشود قد میگذرونیش. اگر هم 5 دقیقه ده تا اگر از امینا از ذکرها اگر بگذرانی بین چقدر ثواب دیگر در رمضان جمع میشه. زیلی هاست برادرای عزیز وقت بسیار. حتی حسن بصری یک سخن زیبا داره میگه وقتی که آفتاب روشن میشید است روزی نو که می آمده است میگه همین روز به آدمیزاد میگفته است ای فرزند آدم من شاهد همه کارهای تو هستم پایبند کارهای خوب شو تا زیرا اگر من رفتم دیگر بازگشت ندارم. حقیقتا برادرای عزیز وقت کشتن وقت گذرانیدن راهش زیاده ولی وقت زنده کردن راه نداره. وقت کشی آسانه ولی وقت زنده کردن نیست برادرای عزیز و گرامی. یک قصه شیخ سعدی میارد میگه ز عهد پدر یاد دارم همه که باران رحمت بر او هر دمی. در آوان طفلیم لوح و دفتر خرید ز بهرم یکی خاتم زر خرید. شیخ سعدی میگه خدا که پدر ما رحمت و مغفرت کنه دست ما گرفت میگه و بردکم مقصد بازار کتابم خرید لوازمات مثال تعلیمی را گرفت حتی یه لوح هم برای قرآن خوانیم گرفت. ولی دادرای عزیز ما و شما عجیب شدگیم همین قدر از قرآن خوانی دور شدگیم نمیدانم برای چی سببه که شما قرآن نمیخوانید. یک نفر میگه نزد حضرت انس روایت میکنه میگه یک کس پیغمبر گفت هل تزوجت زن گرفتی؟ گفت والله لا. گفت ما اتزوج به حضرت قسم به بزرگی خدا زن ندارم یکی یگان مالی ندارم زن بگیرم. برادر از پیغمبر چیز گفت؟ گفت الیس لک قل هو الله احد
گفت سوره قل هو الله احد میدونی؟ گفت بله. گفت ثلث القرآن، این سیاق قرآنه. گفت الیس لک اذا جاء نصر الله والفتح، سوره اذا جاء را میدونی؟ گفت میدونم. گفت ربع القرآن، این چهارک قرآنه. همچنان گفت سوره کافرون میدونی؟ گفت میدونم. گفت ربع قرآنه، چهارک قرآنه. گفت سوره اذا زلزلت میدونی؟ گفت میدونم. گفت این از چهارک حصه قرآنه. بعد حضرت آخر گفت تزوج زن بگی. مقصد زیاد که سوره قرآنه، زیاد که تلاوت قرآنه. یعنی از مال از زن و ای فرزند ده گفت تلاوت قرآن مهمتره. برای می برادری عزیز، این قرآن خواندن یا قرآن تعلیم گرفتن این یگان زیان ضرر به جامعه ما، به یگان سیاست ما نداره. های قرآن خواندی در حق جان دعا میکنی، برکت قرآن که الحمدلله این ملک بین تنجی شوی، آماری شوی، اخلاق خوب شوی، همه یا هم از طفیل قرآن هم از برادر عزیز. برای همین شیخ سعدی گفت همین را خرید داده کمو، یک انگشتری قیمت من خرید. بدر کرد ناگاه یک مشتری با خرمای از دستم انگشتری. یک آدمی هوشیار به دست دیده در دست شیخ همین یک انگشتری قیمت های یک دانه که خرما را آورد دادش. گفت بچه بگیره مرا انگشتری را. میگه انگشتری را دستم گرفت، چون نشناسد انگشتری طفل خورد، چون نشناسد انگشتری طفل خورد لبه با شیرینی از وی توانند برد. با شیخ سعدی گفت وقتی که من که کودک مقصد طفل چی میدونه انگشتری چی ای، چی مقدار ارزش داره، با یک دانه شیرینی انگشتری را مرده گریف بر رفت. لیکن مقصد حضرت چی ای؟ تو هم قدر عمر خود نشناختی. ببین تو هم قدر عمر خود نشناختی که در عیش شیرین برانداختی. میگه شما هم میگه همین خیل، شما هم رنگ همون کودکی که انگشتری را قدرش ندانست، شما هم به قدر همین عمرتان، به قدر همین وقتان نرسیده، نشناخته. زین لحاظ برادرای عزیز اکو در این نسبت صحبت ها زیاد است. از این لحاظ من انشاءالله امیدم همینه که شما به قدر همون وقتی که میگن خب انشاءالله شما میرسین، احترام مثال به وقت دارین، قدر وقت میکنین و در برابرش خدا خواهد شما نزد خداوند پاداش و ثوابتون میگیرید. برادران من پیش از آمدنم ای سحر همین قدر زنگ های زیاد شد که تمام مهاجر مسافرهایی که داریم در بیرون تاجیکستان همش خواهش کردن در حق من دعا کنین. آدمایی که اعتکاف شیشتن بیچاره همش خواستن که در حق من دعا کنین. اینجا در مکه داملا از نام یک مادر بیمارم گوشزد کردن که و یک چیزی دیگر عجیب گفتن. یک 3 زنک زنگم زد گفت داملا مقصد ما همین صحبت ها را خیلی مردم از اینترنت ها و دیگر قدی گوش میکنن. گفت ما زن دیمیم، همین مردکایی که زن دیم گرفتگی هم بگینشون که عدالت هم جاری کنن، در حقشون دعا کنین که مقصد ما زن دیمیم تماما دیگر یگان سراغ پای نداره. از این لحاظ گفت در حق همه همین ماها هم دعا کنن. گفته خدای مهربان همه برادرایی که درخواست دعا کردن تمنیات و مقصودهاشون خدا حاصل کنه و این محفل چی محفل خیری هست. خدای مهربان آن پاداش اجرهایی که در داخل این است برای همه شما الله مهربان نصیب بگرداند. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. آمین. اینجا پیش شیشتنم همین شانه ما براوردم، ریش ما شانه کامو من تا نگاه کم اینجا مردکوی بیریش بسیار بودای. گفتم یکی خدای دادیلشون میدرو را عوضشون میکنه که همین ریش شانه کردن یگان تاکید که خداوند خی بریش شیده باشین ریشاتون مونین. یا هم انشاءالله پیروی از سنت پیغمبرمون های، این محبتی با پیغمبر خدا های
انشاءالله ثواب زیاد میگیرین. خدا همتون را نگهبان باشه. خداوند